چهره مهدی محسن نژاد. اینم فامیتای ژاپنی هست. فامیتا با باند آبی سمت راست تصویر در مقابل محسن نژاد با باند قرمز. دومندش تیره است، باندش قرمز است. مهدی محسن سر در خاک امتیاز بگیرن، اما ابتدا بایستی در سرپا بتونن شرایط برای اخطار مهیا نکرده. رئیس تایید نکرده. اینجا تایید بسیار خوب اجرا میکنه، لیکن محسن نژاد بتونه در خاک قرص و محکم بشینه و به این کشگیر امتیاز نده. همچنان به دنبال بارانداز دستار سعی داره رد کنه. اینجا میکشه یه لحظه سینه‌اش، اینجا به راحتی بارانداز اجرا میکنه. بارانداز بعدی کلید بارانداز در اختیار گرفته. دو بارانداز پی در پی به دنبال بارانداز بعدی و سه بارانداز پی در پی اجرا میکنه. میاد بارانداز بعدی رو بزنه تمام خواهد شد. اینجا بارانداز بعدی رو 4 بارانداز دست فامیتای ژاپن